اولین قهرمانی آسیایی با گشتینگیری میان کلانسالان در پایتخت عزیز کشورمان شهر دوشنبه در قصر تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی برگزار گردید. نمایندگان بیشتر از 28 کشور قاره آسیا برای به دست آوردن اولین نشانهای چمپیونات آسیا به عرصه رقابت برآمدند. چون مسابقه قبلی محتشم گشتین، این نوبت هم شماره زیادی هواداران گشتین ملی سنتی تاجیکی به قصر تنیس آمده از برآمد ورزشکاران محلی و با استعداد خارجی حلاوت بردند. برخی از سابقه‌داران ورزش از آن خوشحالند که گشتین ملی تاجیکی مقام بین‌المللی کسب کرد و امیدوار آن میباشند که در هیئت تیمی پهلوانان ما مقام اول را در اولین قهرمانی آسیا کسب میکنند. البته امروز ما عید بالای عید است برای همه کلی هموطنان. پیش از همه هموطنان ورزشگران و مخلصان به این روزای عید تبریک میگم. بعداً آرزو امید هر یک مربی، هر یک ورزشگر همین است که باید که پرچم جمهوری را در سطح بلند بردارند. البته ما مربی و ما ورزشگران باید حرکت کنیم که مثال پرچم جمهوری را در همین نمود گشتین ملی سنتی ما دائما در صف پیش باشند. در ابتدای مسابقه به همگان مثل آینه روشن بود که ورزشکاران کشور میزبان، پهلوانان همسایه کشور ازبکستان و ورزشکاران ایران تیم‌های قوی مسابقه میباشند. طبق قرعه کشی در وزن‌های ابتدایی بیشتر ورزشکاران کشور ما با هماوردان هموطن خود روبرو شدند که این به برخی ورزشکاران با استعداد ما امکان نداد تا به مراحل اساسی مسابقه برآیند. از یگانه کاتگوری وزنی میانی بانوان دو پهلوان بانو کشور عزیز ما را نمایندگی نمودند. شاهید قلندر و در دور چهارک نهایی حریف قرقیز خود الانا ریوکسلبک را شکست داده به مرحله نیمه نهایی برآمد و امید است که یکی از جایزه‌داران وزن تا 52 کیلوگرم مسابقه بگردد. از کشور قزاقستان نیز 5 ورزشکار به اولین دوره قهرمانی آسیا اوید به گشتینگیری آمدند که در هر یک کاتگوری وزنی میانی مردان برآمد میکنند. میرجان جومابک اشتراک در این مسابقه را یک مرحله آمادگی به مسابقات دیگر میخواند. Это соревнование проходит по очень высокому уровню проходит, да, очень хорошее. Хотим с сильными соперниками побороться и обменяться опытом. همین گونه بعد اتمام رقابت‌های مرحله مقدماتی مسابقه مراسم کشاده‌شوی اولین قهرمانی آسیا برگزار گردید. در مراسم معاون سروزیر کشور مطلوب خان ستاریان و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله اشتراک و سخنرانی نمودند. مطلوب خان ستاریان از تاریخ چند هزار ساله داشته گشتین سنتی تاجیک گفته زعم نمود که با دستگیری‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این نمود ورزش ملی مقام بین‌المللی گرفت و در انتهای سخن به کل اشتراکچیان برای کامیابی خواهند شد. رئیس کمیته کار با جوانان نیز از مقام بین‌المللی کسب نمودن گشتین ملی گشتینگیری گفته علاوه نمود که ملت تاجیک از ازل پهلوان و پهلوان پرور بود و مقام جهانی گرفتن این ورزش ملی نباید برخی ها را به اندیشه فرو برد. به مراسم افتتاحی مسابقه هنرنمایی نمایشی پهلوانان خردسال زیبایی دیگر جمع کرد. همچنین دستاندرکاران صحنه‌های فرهنگی و فراغتی را به حاضرین پیشنهاد کردند.